به نظرم یکی از خوشمزه ترین غذاهایی که میشه با مرغ درست کرد این کوبیده مرغ، البته با این سس ملس گردویی یه چیز دیگه است. سینه و رون مرغ رو ریختم تو غذاساز و نمکش هم اندازه کردم. چیزی که این غذا رو خیلی خوشمزه میکنه زعفرون و ادویه مخصوصیه که میزنم که به جرئت میگم که این زعفرون دمچی یک دست‌ترین و خوش رنگ و عطرترین زعفرونی بود که تا حالا دیدم. برای ادویه‌اش هم از ادویه جوجه سیر و سبزیجات دمچی استفاده کردم که به خاطر ترکیبات خاصی که داره طعم جوجه رو خیلی خوشمزه تر میکنه. اینطوری تقسیمش میکنم و 30 دقیقه میره تو یخچال. برای سس خوشمزه‌اش پیاز و تفت دادم و ادویه ها و سبزیجات معطری که تو کپشن نوشتم هم اضافه کردم. رب انار و گردوی آسیاب شدنم تفت دادم و روش آب جوش ریختم، گذاشتم یه مقدار بجوشه. هر دو طرف کبابا که سرخ شد سس ریختم روش که قشنگ به خورده کبابا بره. حتما از محصولات با کیفیت دمچی که پیجشون رو تو کپشن براتون گذاشتم تهیه کنید که غذاتون چند برابر خوشمزه تر بشه.